توی این ویدیوها با هم می‌خوایم بریم سراغ بررسی انتقال رودری به بارسلونا و هایجکش از رئال مادرید. قبل اینکه بریم سراغ شروع ویدیو لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. آیدی کانال تلگرام و پیج اینستاگراممون روی صفحه براتون نمایش داده میشه. ریز به ریز اخبار و جزئیات ترنسفرها توی این دوتا کانال خبریمون بررسی میشه و اعلام میشه. برو بریم. سلام خدمت عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوایم بریم سراغ انتقالی که توی 36 ساعت گذشته تبدیل به بمب خبری نقل و انتقالات فوتبال اروپا شده. خب رودری تو آستانه انتقال به رئال مادرید بود و همه میگفتن که قطعه گم شده پازل ژوزه مورینیوه و میتونه خط هافبک رئال مادرید رو لول اپ کنه. اما خب بعد اینکه فرانک دیونگ اعلام شد که 4 تا 5 ماه نیستش، زمزمه هایی در مورد بارسلونا هم شنیده میشد، اما خیلی ساکت بود باشگاه بارسلونا در قبال پست 6ش و به یک باره تقریبا 36 ساعت قبل بود که اولین خبر اومد برای انتقال رودری به بارسلونا و بعدش خیلی خبرها جدی تر شد و احتمالاً طی ساعات آینده یا حتی روزهای آینده هیربیگوش به بارسلونا خواهد خورد. نکته اولی که در مورد حالا این انتقال هست به نظرم تأثیر هانسی فیلیکه. خب شما اگه اخبار رو دنبال کنید، اکثر خبرنگارا گفتن که کسی که تونسته رودری رو راضی کنه برای اینکه نره به رئال و بیاد به بارسا در ابتدا شخص هانسی فیلیک بوده که پروژه ورزشی رو کامل براش توضیح داده، نقش رودری رو توضیح داده که چه چیزی به بارسا قراره اضافه کنه توی فصول آینده و در نهایت گفته میشه که بعد از هانسی فیلیک هم چند تا از بازیکن‌های بارسا باهاش تماس گرفتن و بهش گفتن که بیا به بارسا، شرایط این شکلیه، احتمالاً سبک فوتبال ما خیلی به سبک فوتبال شخص تو میخوره و در نهایت توی بارسلونا سالهای خیلی درخشانتری یا احتمالاً سپری خواهی کرد. و در نهایت همون ساعات اولیه بود که خبرها داشت میومد، خیلی سریع اعلام شد که رودری به توافق شخصی رسیده با باشگاه بارسلونا و انتقال به رئال مادرید رو رد کرده، در حالی که با رئال هم به توافق شخصی رسیده بود و شاید این تعلل رئال باعث شد که رودری ترجیح بده بره به تیمی که توی خرید بازیکن مصمم‌تر ظاهراً و طبیعتاً این یک شکست خیلی بزرگ برای فلورنتینو پرزه. در مورد این تایمی هم که رئال حالا دنبال رودری بود من خیلی کوتاه براتون صحبت میکنم. علاوه چیزی که گفته میشد این که پیشنهاد اول رئال یه رقمی در حدود 60 میلیون بود که سیتی به توافق شفاهی هم با رئال رسیده بود، اما ظاهرا اطرافیان پرز و شخص جانی کالافات که خیلی تاثیر داره توی نقل و انتقالات رئال این پیشنهاد رو به فلورنتینو پرز داده بود که میتونیم با کشدار کردن این قضیه تخفیف بگیریم از منچستر سیتی و شاید حتی زیر 50 میلیون یورو این انتقال ما ببندیم و شاید همین طولانی شدن روند همونطور که گفتم تاثیر کاملا منفی گذاشت روی این ترانسفر. در نهایت رودری تصمیم گرفت که بره به تیمی که میخواد خیلی زود این پرونده رو ببنده و احتمالاً خیلی چیزهای زیادتری هم میتونه تو اون باشگاه به اون فوتبال اضافه کنه. نکته دومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که رودری چه نقشی در پازل هانسی فیلیک خواهد داشت. خب طی سالهای گذشته بازیکن‌های زیادی بودن که تو پست 6 بارسا بازی کردن، کاسادو، برنال و دیونگ سه تا شاخص‌تریناش بودن. خب تکلیف برنال که به نظرم مشخصه با توجه به مسئولیت سنگینی که 2 فصل پیش داشت، احتمالاً هانسی فیلیک برنامه‌اش برای این بازیکن اینه که حداقل 2 فصل دیگه روی این بازیکن هیچ فشاری نیاره که اون پروفایل مسئولیت پی در پی توش ایجاد بشه و ترجیح میده برنال همیشه اون فعلا حداقل تا 2 سال آینده اون اسکواد پلیره باشه که تایم بگیره اما نه جوری که روش فشار وارد بشه و ترجیح میده یه گزینه اصلی برای اون پست شیشه داشته باشه. گزینه دوم کاسادو بود که خب یه تایمی خیلی خوب داشت کار میکرد ولی در نهایت نتونست اون چیزی که هانسی فیلیک توی بلند مدت ازش میخواست رو اجرایی کنه و احتمالاً با قطعی شدن خرید رودری ما شاهد ترانسفر کاسادو هم باشیم. میگن استون ویلا جدیدترین مشتری چه، از اون ور الهلال عربستان هم خیلی دنبال کاسادوه و باید ببینیم در نهایت کاسادو به چه تیمی منتقل میشه.
توی نکاتی که حالا در مورد پست 6 های چند سال اخیر بارسا داریم میگیم، هر کدومشون یک نقطه ضعفی داشتن. مثلا کاسادو نقطه ضعفش این بود که اون خلاقیت عجیب غریبه رو شاید نداشت و یه مقدار تو بحث فیزیکش نقطه ضعف داشت که هم قد کوتاهی داره، هم از لحاظ جسته واقعا کوچیکه. برنال هم که گفتم در مورد بحث مسئولیتش و این حرفا و اینکه کلا تیم مدیریتی و تیم فنی بارسا نمیخواد الان روی برنال اون فشار رو بذاره و برای برنال طبیعتا یک پروژه بلند مدت تری دارن برای سالهای آینده. دیونگ هم که شاخص ترین بازیکنی بود که توی این پست بازی میکرد، مشکلش توی کارهای دفاعی بود و رودری دقیقاً اون پکیج کامل است که شما هیچ ضعفی نمیتونی ازش ببینی. یعنی این بازیکنه توی کارهای دفاعی خوبه، توی دفاع کردن با توپ بی‌نظیره، توی پخش کردن توپ درخشانه، توی بحث افتخارات و عناوین بی‌نظیره، توی بخش کاپیتانی بی‌نظیره. اینا رو همه رو جلوتر بازش می‌کنیم، بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم و همون اول گفتم یه پکیج کامله برای باشگاه بارسلونا و چه زوجی میشه با پدری. یکی از نکاتی که در مورد این انتقال است شخص پدریه. شما وقتی پدری داری، اگه دیون کنارش بازی بدی، پدری مجبوره تو کارهای دفاعی بیشتر شرکت کنه، انرژی بیشتری مصرف کنه. اگه کاسادو بذاری کنارش به یک شکل دیگه. اگه برنال بذاری کنارش، برنال دقیقاً اون هافک وسط است که دوست داره بیاد بالاتر و اون موقع پدری مجبور شه بیاد عقب‌تر یه مقدار بازی کنه و از شاید دروازه یک مقداری دورتر از حالت عادی میشه. ولی حالا وقتی رودری میاد، شما میدونی یک شیش کامل داری اونجا، نه دغدغه دفاعی داری که بگی بازیکنی که کنار پدری بازی میکنه دفاع کردن بلد نیست، نه دغدغه اینو داری که بگی بازیکنی که کنار پدری بازی میکنه میخواد بره جلو و پدری باید جاشو پر کنه. نه، شما میدونی که یک شیش کامل داری و حالا پدری میتونه اون چیزهایی که وظیفشه و شرح وظایفشه که هانسی فلیک بهش ارائه کرده رو 100% برات اجرا کنه. نکته خیلی مهمیه. نکته سوم که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم همون برناله. به نظر من رودری میتونه یک معلم کامل برای برنال باشه. یه نکته که تو بازی برنال ما میبینیم اینه که هنوز مشخص نیست این بازیکن 6 یا 8. یعنی اون تمایل جلو رفتن و حضور در کارهای هجومی برنالو بیشتر به این سمت سوق میده که من یک 8م، ولی بیشتر توی بارسا همون تو پست 6 بازی کرده و حالا شاید با حضور رودری و راهنمایی های رودری این بازیکن خیلی بهتر بفهمه که آیا چه پستی برای من بهتره که کریر موفق تری داشته باشم. چه 6 بخواد بازی کنه، میتونه رودری رو کاملا با اون یه الگو در نظر بگیره، یاد بگیره چجوری 6 بازی کنه. اگر هم قراره 8 بازی کنه، کاملا میفهمه که الان که رودری کنار منه، من چه وظایفی باید تو پست 8 ارائه بدم تا مکمل رودری باشم. نکته سوم که در موردش می‌خوایم صحبت کنیم بحث همون فرماندهی و کاپیتانی است. کاپیتان منچستر سیتی، کاپیتان تیم ملی اسپانیا و بازیکنی که با این دوتا تیم، یعنی هم تیم باشگاهش هم تیم ملیش، هم قهرمانی چمپیونز لیگ آورده، سالها قهرمانی پریمیر لیگ آورده و همه اینا رو بذار کنار، رودری کاپیتان قهرمان یورو و قهرمان جام جهانی بوده و جدا از اون بهترین بازیکن یورو، بهترین بازیکن جام جهانی و از همه بالاتر برنده توپ طلا بوده. شما همه اینا رو که کنار هم قرار بدی، کاملا متوجه میشی که بارسلونا چه بازیکنی رو داره به اسکوادش اضافه میکنه. و اگر رودری ما دوران پرایمش تو اون سالهایی که یورو رو برد و چمپیونز لیگ رو برد و 100% حساب کنیم، حتی اگر 70% اون کیفیتش رو الان بیاد تو بارسا ارائه بده، برای بارسا کافیه به نظر من. نکته چهارمی که می‌خوایم در مورد صحبت کنیم همین بحث ذهنیت قهرمانی است که توی بارسا کمه. از این بابت که خیلی از بازیکن‌های بارسا بازیکن‌های لاماسیایی هستن، یه بخشی از بازیکن‌های هم که خریداری کرده بارسا با سابقه قهرمانی توی تورنمنت‌های خیلی بزرگو ندارن. هرچند شما شخصیت رهبری رو مثلا توی یه بازیکنی مثل اریک گارسیا خیلی می‌بینی یا تو رافینیا می‌بینی، ولی اون شخصیت قهرمانیه باز یه ذره کمه توی این بازیکن‌ها و رودری دقیقاً اون بازیکن است که میتونه شخصیت قهرمانی، شخصیت جام بردن رو توی سر این بازیکن‌ها دیکته کنه. این خیلی نکته مهمیه. و نکته آخری که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم بحث اینه که رودری
به دفاع بارسا قراره کمک کنه. ما توی بازی‌های تیم ملی اسپانیا علل خصوص جام جهانی دیدیم که رودری چقدر روی اون ساختار دفاعی تیم ملی اسپانیا تأثیر داشت. دفاع‌های اسپانیا دفاع‌های خوبی بودن اما بهترین دفاع‌های جهان نبودن و حضور رودری و فرماندهی رودری به نظر من اون خط دفاعی رو به منظم‌ترین شکل ممکن تبدیل میکنه و بارسلونایی که ما تزلزل رو توی این یکی دو سال اخیر دیدیم ازش توی خط دفاعی، احتمالاً حضور رودری یه بخش بزرگی از مشکلات ساختار دفاعی بارسلونا رو حل میکنه، چون این بازیکن بلده با توپ دفاع کنه، بلده جریان بازی رو کنترل کنه و هر جایی که حس کنه نیازه که یک استراحتی بده به ذهن دفاع وسطاش، بلده جریان بازی رو جوری کنترل کنه که اونا برای چند لحظه به خودشون بیان که ما کجای بازی هستیم. این خیلی نکته مهمیه و رودری به نظرم چیزهایی به این اسکواد اضافه میکنه که هیچ بازیکنی الان تو جهان نمیتونست بارسلونا جذب کنه و اونا رو به این تیم اضافه کنه و به نظرم تبریک خیلی زیاد به هوادارهای بارسلونا، مدیریت بارسا و تیم فنی بارسا. حالا حتما اگر مهاجم نوک و دفاع وسط هم بارسا گرفت، سعی میکنیم توی ویدیو جداگانه هم اگر انشالله رودری قطعی شد و تکلیف رودری بالاخره مشخص شد، یه ویدیو در مورد دو سه تا پستی که احتمالاً بارسلونا بخواد تقویتشون کنم حتما صحبت خواهیم کرد. بارسا با رودری به توافق شخصی رسیده و با خود رودری دیگه هیچ مسئله‌ای نداره. الان بحث خود منچستر سیتیه که از ابتدا هم گفته میشد تمایل منچستر سیتی به اینه که بازیکن رو به بارسلونا بفروشه نه به رئال مادرید. خب رئال خیلی رقیب مستقیم تری شاید میبینن برای خودشون مدیرای سیتی و از یک طرف هم کلا تو سالهای گذشته تو بحث ترانسفرها همیشه رابطه بارسا با منچستر سیتی خیلی بهتر بوده و اون کشدار کردن قضیه که اول ویدیو در موردش صحبت کردیم خیلی رو مغز مدیرای منچستر سیتی واقعا رفت این قضیه که بابا اگه میخواید بخرید بسم الله میدیم به رئالم، ولی اگر نمیخواید بازیکن رو بخرید تکلیف ما رو مشخص کنید. تا به جایی رسید که خبرنگارای معتبر میگن که خود مدیرای منچستر سیتی هم به پی اس جی بازیکن پیشنهاد دادن هم به بارسا و حالا گوی رقابت رو بارسا سریع گرفت و الان احتمالاً تا یکی دو روز آینده این انتقال در نهایت رسمی خواهد شد. پیشنهاد اول بارسا ظاهراً 45 میلیون ثابت به اضافه 5 میلیون متغیر بوده که رد شده. گفته میشه منچستر سیتی یه چیزی حدود بین 60 تا 70 میلیون یورو پول میخواد و گفته میشه با پکیج همین بازیکن رو حاضر بفروشه، یعنی مثلا 50 میلیون به اضافه 15 میلیون پاداش و متغیرات هم منچستر سیتی رو راضی میکنه. در نهایت باید ببینیم حالا این انتقال به قولی نتیجهش چی میشه، ولی خب احتمال 99% در نهایت این بازیکن به بارسلونا خواهد پیوست. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تلگراممون و اینستاگراممون هم دنبال کنید، به محض اینکه رسمی بشه اونجا اعلام میکنیم. دمتون گرم، خدا نگهدار.